وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک جنایت دهشتبار لطکوب پدر بیمار بستری از جانب فرزند نوخلفش از سوی یک ساکن ازبک زبان نویه مشچا خبر داد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارشی که شام 1 مارس سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی نشر شد خبر داد که شهروند قربشویف الهام سال تولدش 1982 ساکن جماعت نوبهار نویه مشچا سانه 30 ینور سال جاری پدر معیوبش قرباشف اورالبوی 69 ساله را که 6 سال باز در پی سکته قلب از پای روان مانده بیمار بستری است به سبب اون که پدرش انگام پیشاب کردن تصادفاً گلب را آلوده کرده است تحت لطکوب شدید قرار داده است. در نتیجه این لطکوب موسفید بین معیوب با زخم پوشیده کوسه‌خانه سر و مینه سر و قبرغه شکسته در بیمارستان بستری کرده شده است. اکبر شریفی این جنایت را چندین بار به تکرار عمل ننگی نامیده و گفت الهام قربشویف نه فقط جنایت برای جامعه خفناک صادر کرد بلکه فرزند ناخلف بودنش رو نیز با این بدرفتاری خود ثابت ساخت. طور دادر مرد جبر دیده که در همسایگی او زندگی دارد نقل کرد که برادران الهام قربشویف که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند با این برادرشان مصلحت کرده در عوض نگاهبین پدر تنهایشان تمام خراجات دارو و دوا و نگاهبین پدر و همچنین تمام خراجات روزگار الهام قربشویف را نیز بر دوش خود گرفته بودند. یعنی او برای اون که پدر معیوبش را نگاهبین میکرد هر ماه از برادرانش مبلغ خوبی دریافت میکرد که هم به داروی و دوای پدر میرسید و هم به روزگار خودش. اکنون به الهام قربشویف برای قصد رسانیدن ضرر به سلامتی تا چند سال حکم زندان تهدید میکند و هم دعای بد پدر که در باور مردم مسلمان دعای بد پدر و مادر سخت‌ترین جزاست.